انما میرم بازار کمپیر کرده ایم بزار میخرم قایماق برای کرد خیراق توپلنگه اول زن و آخر زن و آنگه زن و مرد گفتگیان توپلنگ السلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. توپلنگ السلام علیکم. هوا علیکم مثلا. چی نوع عقلی داری در اینجا؟ همین لباسامو چنگاش پیدسم. این همین کروسافکیامو خاکاش توزا کسم شوشتسم. توپلنگ دیدم گپی گفتگی مرا نشنیدی. کدام گپ؟ اول زن و آخر زن و آنگه زن و مرد. با این گپ دامن چی داخل داره آخی؟ آخی توپلنگ تو در اینم که داخل داره که تو زن نداری. فهمیدی؟ حالا که ندارم راست. نداری. اگر زن می‌داشتی و زن او بانوی خاندانه، زن تازگی خانه، زن ترتیبی خانه، ادنیم سلام زن ملکی خاندانه. فهمیدی؟ برام خود گفتم که اول زن و آخر زن و آنگه زن و مرد. همین زن که باشه این لباس کات خودت شپانده تازه نمیکنی، تفلیکات خودت نمیشویی. فهمید؟ این جایی که درزی تاقید نمیکنه، این سری وقت میدوزه، این کار سری وقت میشوه، او کارش سری وقت تازه میکنه. فهمید دوزی؟ با من زن بگیرم هم این کارو هم میکنه. البته همون میکنه. تو فقط کاری صحرایی تو میکنی. تازه اگه خونه میرویی، این تازه که اولفته میکنه ای دروازه میروره تو میری همین لباسای تازه که اولفته رو کاروبار زندگی قطعی غشت غلیشت میکنی، پول کار کرده میویی. او خرسان میشه با تازه میکنه تو رو اولفته کرده روی میکنه، تو با غشت غلیش کرده میوری. تو برای چی زن نمیگیری؟ آقا میترسم؟ اکی؟ ای زن چی بدی داره که میترسی؟ یه بار 20 سال پیش من سیفیاک بودم کو 20 سال پیش همون سالای زنگیری ما بدای. همون سالای زنگیری خودت 20 سال پیش من سیفیاک بودم کو. تو سیفیاک رفته که هم 20 سال پیش. نغز تاشته مانده بودم. این همینجا آه خورده است که آواز اومده، همین هوایی شدی آمدی با تختی پوش ایستاده زدی و لینگو در گردی مزه بطوری همین دیوال؟ بطوری همین دیوال یا پریشا گرفتی اومدی کو. آن وقتا ما اسپورتسمن بودم آخی، مشق میکردم. انا همین وقتا با ما همین حالت دیدم گفتم دیگه من زن پام یگون چی نمیگیرم آخی. چوا؟ آخی همین استوری هم خیلی اومدن تا من فهمیدم. با کی گفت؟ مامام نگفتای. اومد نگفتای؟ نه مامام نگفتایو؟ توش نه که من خودم فهمیدم آخی. خب چی فهمیدی اکو؟ آخی مرا گفتن که وقتی قطعی کامپیر کم تا جنجال میشی کو مشهورین کامپیر قهرش میکنه که میگیره که هم بالای دیوار میفرتا هم زو گفتم میای همین با تختی پوش همین سید میزنی لینگو در گردی ما میزنه. فهمیدی اکو؟ حالا برای چی زنگیری تن میخوام؟ فهمیدی؟ نه فهمیدم. برای چی؟ برای که من رنگی تشیدن نمیخوام. دونجا همون وقت عیبی تو شده بود. خیلی عیبی من. اگر تو در همینجا نمیشیدی هم پاچای من در زمین میزد، من راست میسادم. توپلنگ توپلنگ
ای وای توپلانگ باید دمی توپ بوره خس کرده پیش بابیش بیاره تو باید توپ بوره خس کرده بیاره اینا توپلانگ اینا ما اسپیسکه کردم او قدر روی خطی کلون نیستی خوش رو در یادت بگی خونده میتونی اخی ها اینه با یه بار دیگه خودم میخونم خوش رو گوش کن یا چای قاق یا تا آخه با یا پشکا ها یا پاشکا دو برنج دو دونه برین یا تتدی یا تا مامان بومرن نیستی نه این پیش دیگه حرفی که هم هست دو تکی گفتم 2 کیلو 2 کیلو بگو 2 کیلو یا روغن یا روغن یا بخلاش یا بکلش که روغن اخی یا تخم یا دونه و یا یوچیکا یا پاچکا چی با فکری تو من 3 تا تخمه نوشتم اخی یا تخمه نوشتم خودت بفهم یا قندی سفید یا دونه یا کیلو یا کیلو یا فهمیدی پولا رو دادن تا خوش رو سخت با ارزانتر بیایی با فایده آیلمون فهمیدی ارزانتر بگیری اگر با مگزین روی میکنم تا با بازار روی میکنم تا با خط یا حولو میخری چی نموشم منم ایلارا بیارم آموشم مایلو شوخی ولی بگو چی گفتی؟ هولی اکا زنگ زیسم الو ها هولی گوش کن اینو هازی میام مایلی هازی میام گفتم وعده نکش حالی اول کاری منو بود کن بدای شو با همون دین بگم با کاغذ فراموش کردم یه روی خط نمیستگی شونی تاقایی تلفنت زنگ زده سای سفید نمیفهمه چی الو زنک من همون روی خط فراموش کردم همون بابیم نویسیگی روی خط کو همون مایده چایده بیار گفت همون رو فراموش کردم تز بدا برا من یک از زنگ زد سرستم برامدم فراموش کردم همون برم تز برام کاغذ روی خط بی گاوزن ما بگیریم ما دردری مگزین موجه ها اسپیسکا در دستی بابید نه غلط اندیشه این هاش اسپیسکا 1 کیلو چای قاق خب یکم ها 1 کیلو چای قاق 2 کیلو برنج 1 لیتر روغن 1 پاچک تخم 1 کیلو قند سفید 1 کیلو قند سفید زنک چی گفتی؟ 1 کیلو قند سفید با حالی بیا 2 تا دیگر ما کجا دی تو در حولی خانه دی کجا دی؟ خونه دا ما کجا میرم دیگه زنک تیز برو تلویزیون رو بوده چوه چی گفش دهگان کنای زور داده سر نه تیز برو تلویزیون من کو من در تلویزیون نشون دادی زن